درود و عرض ادب. من نیوشا نعمایی هستم از تیم تولید محتوای هفته کوچینگ ایران رویداد سال 1403. مزاحم شما میشم در خدمت یکی از اساتید بسیار 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 توانا و مهربان و یک کوچ واقعی هستم، سرکار خانم بهناز طریق‌پیما، منتور و کوچ حرفه‌ای تایید صلاحیت شده در سطح PCC از فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ICF و عضو هیئت علمی آکادمی آموزش کوچینگ FCA انگلستان، کوچ بهبود عملکرد و یکی از منتورهای خوب آکادمی که افتخار شاگردیشون رو همواره داشتم و ازش استفاده کردم. توی این خانم طریق‌پیمای عزیز، دوستان گرامی، ما توی این گفتگو به دنبال این هستیم که یه مقدار شفاف بکنیم که واقعا این واژه‌ای که شنیده میشه و شاید گاهن معادل‌های فارسی ازش به عنوان مربیگری، رهیاری یا حتی من یه واژه خیلی قشنگی از آقای مختاری شنیدم به اسم مهریاری، همه اینها واقعا چیست؟ چه کار میکنند؟ چرا یه عده‌ای باش نتایج بسیار عالی میگیرند و چه باید باشد؟ برای این منظور بهترین چیز در نظر گرفتیم که اینه که ما عملکرد این مهارت رو در زندگی عموم مردم، چه زندگی فردیشون چه زندگی شغلیشون، بیان بکنیم. یکی از مهمترین ابعاد هر زندگی هم ارتباطاتش است و از شما به عنوان کسی که در این زمینه صاحب نظر هستین دعوت میکنم، خواهش میکنم لطف بفرمایید تجربیات و دانش خودتون رو در زمینه ارتباط و ارتباط مؤثر و به خصوص اینکه کوچینگ چه در واقع کارکردی در این موضوع دارد با ما در میون بذارید. در به عنوان سوال اول اصلا میخوام از حضورتون دعوت بکنم که لطفاً ارتباط رو و بعد از اون ارتباط مؤثر رو برای ما تعریف بکنید. من پرحرفی بیشتر از این نمی کنم و منتظر شنیدن فرمایش شما هستم. خیلی ممنونم نیوشای عزیز که در واقع من رو دعوت کردید به این برنامه تا بتونیم با همراهی هم به زبان ساده دوستان رو نسبت به مفاهیمی که شاید خیلی رایج هست ولی خیلی ملموس نیست آشناتر بکنیم. همطور که شما فرمودین من بهناز طریق‌پیما هستم. حدود 5 سالی هست که وارد حوزه کوچینگ شدم و هرگز در 5 سال گذشته فکر نمی کردم که یک روزی قرار شغل دیگری جز اون چه که انجام میدادم داشته باشم و امروز خیلی خوشحالم که شغلی دارم که برای شخصیت من طراحی شده و من لذت میبرم از انجام دادنش. همونطور که شما هم اشاره کردی ارتباط خیلی جایگاه مهمی تو زندگی ما داره، مخصوصا به عنوان انسان. ما موجودی هستیم که اجتماعی هستیم و لذت میبریم از اینکه در اجتماع بتونیم با هم نوعان خودمون شبکه بسازیم، ارتباط بگیریم، از این شبکه‌ای که ساختیم هم استفاده بکنیم هم کمک بکنیم طرف مقابل یا افراد مقابلمون استفاده ببرن. اما اینکه کوچینگ چه نقشی رو قرار بازی بکنه که کمک بکنه به این ارتباط، خودش نقش مهمی داره. من قبل از اینکه ورود بکنم به تاثیر کوچینگ توی این حوزه میخوام اونچه که در فهم خودم تا این لحظه اتفاق افتاده رو به زبان ساده بیان بکنم و اون اینه که از نگاه من ارتباط یک بخشش اول ارتباط ما با خودمون و گذشته، حال و آینده خودمونه و بعد از اون ارتباطیه که متصل به این ارتباط با بیرون از خودمون میگیریم و خیلی زیاد نوع ارتباط بیرونی ما با تک تک افراد جامعه یا خانوادهمون وصل به اون ارتباطی که ما با خودمون ساختیم یا داریم بهبودش میدیم. اگه بخوام به زبان خیلی خیلی ساده بگم، ارتباط از چند تا حرف تشکیل شده که از
ربط پیدا کردن به یه چیزی شروع میشه. همه ما یه گذشته داریم. این گذشته‌ای که از محل تولدمون که یک خانواده از شروع میشه که فعلا شواهد نشون میده هیچ اختیار یا انتخابی نداشتیم، یعنی محصولی هستیم که در گذشته به وجود اومدیم. اما تغییر از اونجا شروع میشه که ما این رو پذیرا باشیم که باشه من محصولی از گذشته هستم، ولی قرار نیست محصور بمونم در اون گذشته و همه چیز رو تابع اون بدونم، بگم چون من از این خانواده اومدم، چون من در این کشور هستم، چون در این جامعه زندگی میکنم، پس دیگه تغییری در من رخ نخواهد داد. اتفاقاً وجه تمایز ما با بقیه مخلوقات روی جهان فعلا اینه که ما یه امکانی داریم به نام تفکری که جنسش خلاقه و به ما کمک میکنه بتونیم از زوایای مختلف به خودمون و همه چیزهایی که پیرامونمون هست نگاه بکنیم. تو همین تفکر خلاق یک نخ مشترک با کوچینگ وجود داره، چون کوچینگ هم به زبان ساده یعنی مشارکت کردن با فرد یا افراد دیگه‌ای برای پرورش یا توسعه تفکر خلاق، برای اینکه نگاه کنن و خودشون رو از زوایای مختلف ببینن. تعریف خیلی پیچیده و آکادمیک رو من کار ندارم، چون خودمون رو به عنوان کسایی که اسم کوچ رو یدک میکشیم مسئول میدونم که خیلی ساده سازی بکنیم این مفهوم رو. از نگاه من نکته مهم اینه که ما با مراجع روی یک صندلی چرخانی میشینیم، کمکش میکنیم اگه تا به حال از اون صندلی فقط به یه زاویه روبرو یا چپ و راست خودش نگاه کرده، بچرخه، بازی کنه با این صندلی و ببینه اگه از پشت نگاه کنه دیگه چیا میبینه، اگه از جاهایی که چشمش تا حالا نمیچرخیده نگاه بکنه چه چیزهای جدیدتر میبینه. پس این یه مشارکت برای تفکر خلاقه. حالا ما برای اینکه بتونیم دعوت بکنیم کسی رو به این مشارکت خلاق، یه کاری باید بکنیم، یه چیزی باید شکل بگیره که ما بهش میگیم ارتباط مؤثر. نیشو جان دست شما رفت بالا، حدس میزنم شاید سوالی شکل گرفته که اینجا نیاز از من بپرسید. ممنونم که توجه کردید. بله، من میخواستم از حضورتون خواهش بکنم اون ارتباطی که بین موضوع تفکر خلاق هست با بحث اصلیمون، یعنی ارتباط رو یه خورده بیشتر برای ما باز بکنید و اجازه بدید که بیشتر راجعش بدونیم. خیلی زیبا بود این مطلبی که فهمیدید در خصوص این که کوچ واقعا کارش فقط یکی از مهمترین کارهاش اون برانگیختن اون تفکر خلاقه. خب حالا اگر این فرض رو ملاک قرار بدیم، خیلی دارم میخواد بدونم ارتباطات با این تفکر خلاق چه موضوع، چه ربطی با هم دارن. ببخشید وسط حرفتون آمدم. نه خواهش میکنم، مرسی، سوال خیلی خوب و به جایی هستش. نکته اینه که من در نقش کوچ با فردی که نقش مراجع رو داره میخوام مشارکت داشته باشم. زبان مشترک نیاز داره و این زبان مشترک اسمش ارتباط مؤثره، نه هر ارتباطی. ما از صبح که خواب بلند میشیم، از در میایم بیرون، روزانه با صدها نفر به شکل‌های مختلف ممکن ارتباط میگیریم. به یکی لبخند میزنیم، لبخند میزنه. به یکی لبخند میزنیم، نگاه میکنه، پیش خودش فکر میکنه بر چی ما داریم میخندیم. به یکی لبخند میزنیم، اخم میکنه، روشو میکنه اونور. تو محیط کار، تو محیط زندگی، شکل‌های مختلف. مثلا به یکی میگیم چرا امروز خوشحال نیستی، دری رو میکوبه میره و ما نمیفهمیم چی میخواست بگه که نگفت. یا شکل‌های مختلف ممکنه پاسخ ما رو نمیده. ارتباط مؤثر یعنی اینکه اگر من به شما دارم میگم من یک لیوان صورتی با حجم 200 میلی گرم مایع میخوام، شما دقیقاً یک لیوان صورتی با حجم مایع 200 میلی گرم رو درک بکنید، نه یه پارچه آبی که
1 لیتر توش آب جا میشه و بری اون رو بیاری. ارتباط مؤثر یعنی این که من در نقش فرستنده، چه کوچ باشم چه مراجع، پیامی رو به سمت شما مخابره میکنم و شما در نقش گیرنده یا شنونده، باز چه کوچ باشین چه مراجع، بتونی اون پیام رو درست دریافت بکنی و درست پاسخ بدی. یعنی ما همیشه هم در جایگاه فرستنده قرار داریم و هم در جایگاه گیرنده. اما برای اینکه ما ارتباط مؤثر رو شکل بدیم، لازم هست ارتباط مؤثرمون اول با خودمون خوب باشه. خیلی وقتا پیش‌فرض‌های ذهنی ما به ما اجازه نمیده با طرف مقابلمون ارتباط مؤثر بگیریم. یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کن که من میخوام بپرسم که خب نیوشا جان، دست شما رفت بالا، سوالی داشتید یا نه؟ نمیپرسم. یعنی بعد پیش خودم فکر میکنم یعنی منظوری داشت دستشو برد بالا؟ چی میخواست بگه؟ نکنه دستش خورد به این گزینه دستش رفت بالا و حرف نمیزنم و شما هم هی ادامه میدید. یه جا ممکنه بیای تو کلام من که فلانی من سوال دارم که این دکمه رو زدم. این در واقع اتفاقیه که در لحظه افتاده. من میخوام مثال بزنم. هدف اینه که ما تو ارتباط مؤثر اول این رو با خودمون بسازیم. به این معنا نیست اگه من نساختم نمیتونم با دیگری ارتباط بگیرم، میتونم، اما با کیفیت نیست. این ارتباط مؤثر نیست. وقتی میگیم مؤثر داریم از یه اثرگذاری صحبت میکنیم. یعنی من وقتی با شما ارتباط میگیرم و برعکس، اتفاقی که میفته اینه که هم شما تأثیر بگیری هم من و ببینیم تو این گفتگو چی داره به سمت جلو و بهتر شدن پیش میره. فکر میکنم اینجا نکته‌ای هست که قرار من بشنومش. خیلی ممنونم. بله، پس میخواستم اینو با شما چک بکنم. وقتی من میتونم ارتباط مؤثر بگیرم، حتی اگر فرض بکنیم من بخوام ارتباط رو در واقع به 3 بخش، فرستنده، گیرنده و پیامی که از کانال خاصی منتقل میشه. اگر فرستنده بسیار دقیق پیامش رو منتقل کرده باشه، همونطور که فرمودید بودید، با جزئیات مشخص، با رنگ لیوان، حجمش، همه چیز، از یک کانال خوبی هم منتقل شده باشه، فرض بفرمایید از در یک گفتگوی حضوری بین 2 نفر. اما من گیرنده وقتی بر اساس پیش‌فرض‌های خودم یا بر اساس هر پارازیت دیگه‌ای که ممکنه توی محیط ذهن یا اطرافم وجود داشته باشه، این پیام رو پیش خودم تفسیر بکنم، دیگه از اون اصالتش دور میشه اون پیام و ممکنه منو به غلط بندازه. میخواستم ببینم که این برداشت من در واقع همینطوره. کاملا نیوشا جان، دقیقاً این اتفاق میفته. حالا اونجایی که ما گفتیم پس کوچینگ اینجا چه نقشی بازی میکنه؟ کوچ یک فردیه که کنجکاوی صحیح و بجا رو تمرین کرده و یاد گرفته. یعنی چی؟ یعنی اگر فرستنده پیامش رو درست منتقل نکرده، شفاف منتقل نکرده، کامل این رو انجام نمیده یا در ابهام داره صحبت میکنه، کوچ مشارکت میکنه باهاش برای شفاف شدن موضوع. مثال میزنم. افرادی هستن که خیلی راحت صحبت نمیکنن، مثلا میان وارد جلسه میشن در نقش مراجع و وقتی ازشون میخوایم مسئله یا موردی درگیر کرده با ما در میون بذارن، میگه والا قبل از جلسه داشتم به این فکر میکردم که خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شد. خب اینجا من دارم با یه ضرب المثل با این فرد گفتگو رو شروع میکنم. ممکنه من هم بارها این ضرب المثل رو شنیدم و معناش رو هم اتفاقا خیلی خوب میدونم، اما اون چه که نمیدونم اینه اون چرا الان داره از این عبارت استفاده میکنه. پس کنجکاوی من اینجا من رو دعوت میکنه که او رو دعوت بکنم به این که به من بگه منظورش چیه، چی میخواد به من بگه. این
یعنی ارتباط مؤثر. اما اگه من از این بگذرم و برم جلو بگم خب حالا چی شده که میخوای رسوای جماعت نباشی؟ عملاً من یک بخشی از این ارتباط مؤثر رو قطع کردم، چون گوش دادن همدلانه نبوده، یک گوش دادن گزینشی بوده. یعنی من انتخاب کردم بخشی از کلام او رو بشنوم و اون هم نمیدونه چه اتفاقی افتاده، من ولی در نقش کوچ میدونم چی کار کردم، مگر اینکه هنوز به قدر کفایت تو حرفه خودم مهارت پیدا نکرده باشم و فکر کنم درست‌ترین کاری هست که دارم میکنم. پس توی این گفتگوی مؤثر ما ضمن اینکه کنجکاویم و تلاش میکنیم در هر ثانیه ارتباط مؤثر شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه، کنجکاو هم هستیم. کنجکاو به شنیده هامون و گفته هایی که خودمون داریم برای اینکه بتونیم این گفتگو رو بهبودش بدیم، کمک بکنیم. حتی اگه اون آدم هم داره دو پهلو یا در ابهام صحبت میکنه، با بلند فکر کردن و بیان کردنش به ما یکم جستجو کنه در ذهن خودش و ببینه داره چی رو چه شکلی توصیف میکنه و اگر چطور به ما بگه میتونه کمک به خودش در درجه اول بکنه. این میشه ارتباط مؤثر که از نگاه من اصلا فقط جاش تو کوچینگ نیست، همه جای زندگی ما نمود پیدا میکنه. هر لحظه ما با هر آدمی که چشم تو چشم میشیم یا هم کلام میشیم دقیقاً جاییه که ارتباط مؤثر باید شکل بگیره و من این رو جزو ضروری ترین مهارت‌های نرم میدونم که هر کسی باید داشته باشه. دقیقاً یک چیزیه که همونطور که فرمودید، از لحظه‌ای که از خواب بلند میشیم تا لحظه‌ای که دوباره به خواب میریم دائما مشغول ارتباط برقرار کردن هستیم با افراد اطرافمون، خانواده، دوستان، محل کار، آبران، همه. خب خیلی ممنون ازتون. من در واقع ارتباط مؤثر رو بسیار خوب درک کردم. حالا با توجه به اینکه واقعا اینقدر این ارتباط مهمه، اینقدر توی زندگی ما کاربرد داره، طبعا کسان دیگری که شغلی دارن که به واسطه اون شغل کمک میکنن به مردم، مثل روانشناسان محترم، مثل حالا هزار و چند آیتم مختلف دیگه، مثل کسانی که در زمینه‌های موفقیت، در زمینه‌های توسعه فردی کار میکنن، هزار شغل دیگه. این دوستان قبلا به این فکر رسیدن که یک کاری برای کسانی که در این زمینه مشکلی دارن برطرف داشته باشن و ارائه بدن. کتاب‌های منتشر شده، دوستان میتونن در دسترسشون داشته باشن، بخونن، یاد بگیرن یا هر چیز دیگه، یا برن پیش یک، در نهایت اونایی که به صورت خاص مشکلی دارن در برقراری ارتباط برن پیش یک روانشناس، از تراپیست استفاده کنن. و کوچینگ اینجا تفاوتش با بقیه چیزا در ایجاد و در واقع تقویت ارتباط مؤثر چیه خانم تقدیم؟ ممنون میشم اگر این هم بمونه. مرسی. حتما. خب همونطور که شما از رویکردهای دیگه هم اسم بردین، مثل مشاوره، مثل تراپی، مثل درمان، مثل منتورینگ، اتفاقی که در اون رویکردها میفته اینه که به شکل‌های مختلف باز در گذشته، حال یا آینده افراد ورود میشه، با این تفاوت که اونجا فرمان دست کسی غیر از مراجع است، فرمان اصلی و هدایت کننده نفر دیگه ای هست. اما در کوچینگ این شکلیه که ما کنار اون فرد که قرار خودش در این سفر همراهی رانندگی بکنه میشینیم و کمک میکنیم اون تصمیم بگیره چگونه فرمون رو بچرخونه. حتی ما نمیگیم به چپ، به راست یا مستقیم، میپرسیم در شرایط فعلی فرمون رو چه شکلی بگیری دستت برای تو بهتر کار میکنه، چطوری میره جلو. این به نوعی احترام به سبک یادگیری اون آدمه.
هر کدوم از ما بنابر محیطی که توش تربیت شدیم و رشد کردیم و یادگیری هایی که از بیرون بر ما وارد شده، یه سبک یادگیری داریم که برای ما بهتر کار میکنه. یعنی بر اون اصول خیلی راحت‌تر جواب میدیم. مثلا ممکنه یه نفر وقتی میره برای دیگران درد دل میکنه، با شنیدن درد دل خودش دوباره به فکر فرو میره و سبک میشه. این یه سبک یادگیریه. یه نفر باید همین رو بیاره رو کاغذ، یه نفر حتما باید بره تو اتاق درمان با درمانگرش صحبت بکنه و یه نفر وقتی با کوچش وارد گفتگو میشه این اتفاق براش میفته. توی کوچینگ این نکته اگر درست و با کیفیت جلو بره خیلی به مراجع کمک میکنه و حتی به خود کوچ کمک میکنه. من اسم این گفتگویی که توجه به سبک یادگیری مراجع یا فردی داره که مسئله رو میخواد حل کنه میذارم گفتگوی شناخت. برای اینکه وقتی مراجع داره میگه من عادت دارم این کارو بکنم، من ترجیح میدم این کارو بکنم، من این شکلی راحت ترم، همه اینا داره میگه من این مدلی بهتر یاد گرفتم و یادگیری مناسب تری دارم. حالا ممکنه اون تفکر خلاقی که اونجا عقب‌تر ازش صحبت کردیم داره از من کوچ دعوت میکنه که ازش سوال کن چه مدل‌های دیگه‌ای هست که تو هنوز تجربه نکردی ولی باز میتونه برای تو کارآمد باشه. اینجا دارم کمک میکنم افق دیدش رو وسیع‌تر بکنه، یکم دورتر رو ببینه، یکم با اون صندلی بچرخه ببینه چه چیزای دیگه هست که تا به حال ندیده، یا حتی اگر ممکنه مدلش اینطوریه که خودش نمیبینه سوال میکنم آدمای مشابه تو در چنین موقعیتی چه کارهای دیگه میکنن که تو نمیکنی. باز هم دارم دعوتش میکنم به مشاهده‌گری و کشف. وقتی داریم میگیم دعوت به تفکر خلاق یعنی مدام توش خلق اتفاق میفته یا خلقی که اتفاق افتاده الان در نقطه کور مراجعه من هست و با گفتگویی که پیش میبریم کمکش میکنیم بیا تو نور قرار بگیره براش بهتر ببیندش. اینا مجموعش کمک میکنه که اون اتفاق خوب بیفته و فرد بتونه بهره بری بیشتری داشته باشه و به نظرم این وجه متمایزیه که کوچینگ داره. حتی ممکنه در یک گفتگوی کوچینگی ازش بپرسیم اینجایی که دیگه داری میگی نمیدونم کی میدونه و اون تصمیم بگیره بره پیش یه منتور، پیش یه درمانگر، پیش یک مشاور. یعنی شاید بعضی از افراد به اشتباه فکر بکنن که کوچینگ داره سعی میکنه آدم‌ها رو از مشاورها، منتورها یا درمانگرها دور کنه. نه، اتفاقا کمک میکنه اگر فردی در جای نیاز به تخصصی فراتر از کوچینگ داره حتما از اون بره استفاده بکنه ولی با فرمون خودش، با تصمیم گیری و با اراده مستقل خودش این تصمیم جدی رو بگیره. امیدوارم که پاسخ سوال رو دادم نیوشا جان. بله کاملا. خانم طریق‌های مای عزیز، من یه سوال دیگه برای من پیش آمد همین الان. عذر میخوام وقتتونم زیاد نمیخوام بگیرم، ولی واقعا از دید یک در واقع فردی که با کوچینگ آشنا نیست دارم به گفتگوی خودمون نگاه میکنم، میگم خب پس یعنی که یکی بیاد بشینه کنار من کمکم بکنه که چیزهای دیگه ای رو هم ببینم، مسیرهای دیگه ای رو هم ببینم، دیدگاه های دیگه ای رو هم داشته باشم. همین میشه کوچینگ؟ همه کس پس میتونن این کارو بکنن؟ با این نظر موافقت خانم طریق‌پیما؟ شاید بخوام این رو از زبون خودم به شکل دیگه نیوشا جان بیان بکنم. معمولا اینطوریه که معمولا برای من این شکلیه. اگه بخوام یه سفری برم ترجیح میدم یه بلد سفر کنار من باشه، یه بلدی که مستقیم نمیگه همه چی رو ولی کمک میکنه من مشاهده کنم و تجربه بکنم و اگه جایی احساس کرد من دارم نزدیک به خطر میشم به شیوهی غیر مستقیم که من اسمشو میذارم بازخورد مؤثر به من آلارم بده که اوضاع خرابه. برای همین به نظرم توی این سفر تحول
ما یه لیدر نیاز داریم که خیلی نامحسوس حرکت میکنه و تجربه کرده و مهارت‌هایی داره که از دور ایستاده نگاه میکنه که اگر اون فردی که در سفر هست خطری داره تهدیدش میکنه چطور آلارم ها رو بهش بده. حالا اگر اون فرد تصمیم گرفت بره تو دل خطر، خودش تصمیم گرفته، و اگر هوشیار شد و متوجه شد که الان جای مناسبی برای ادامه دادن نیست، باز خودش تصمیم گیرنده باشه. بنابراین همسفر خوب سفر رو شیرین تر میکنه. همسفر خوب مجرب مهارتایی داره که کمک میکنه من از سفر بیشتر لذت ببرم و حدس میزنم کمتر پیش میاد کسی همسفر نامناسبی رو بخواد برای خودش، مخصوصا تو سفر تحولش، انتخاب بکنه. یعنی این همسفری که فرمودید یکی از اصلی ترین ویژگی‌هاش اونجور که من فهمیدم همونیه که شما فرمودید، به صورت نامحسوس همراه من هست. همه حرفاش رو از زبان من در واقع این کاری میکنه که خودم از زبان خودم بشنوم حرفای واجبی که باید بشنوم و هیچ وقت به من راهنمایی نمیکنه، اما میتونه در واقع با توجه به اون مهارت هایی که فرمودید داره کمک بکنه که من خلاق باشم و بتونم با استفاده از این خلاقیت ارتباطمو به سمت مؤثر شدن پیش ببرم. خیلی 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 استفاده کردم خانم پیمای عزیز، متشکرم. میخوام خواهش کنم ازتون اگر چند تا نمونه از کاری که کوچینگ و این مهارت، این همسفر نامحسوس در واقع با افرادی، سازمان‌های، جایی، اگر نکات جالبی توی تجربه های خودتون دیدید که فکر میکنید اشتراک گذاشتنش با ما جالب باشه، خوشحال میشم ازتون بشنویم. حتما، با کمال میل. من شاید نزدیکترین مثالی که اول بخوام بزنم خودم هستم، چرا که من در 5 سال گذشته نوع دیگری از بودن رو تا اون لحظه زیست کرده بودم و بعد از آشنایی با کوچینگ انتخاب کردم نوع دیگری از زیست کردن که برای من خیلی شیرین تر بود. تا پیش از اون من متکلم وحده و دستور دهنده اصلی هر گروهی بودم که کنارش قرار می گرفتم و خیلی وقتا اصلاً به ظرفیت‌های موجود افراد توجه نمی‌کردم، مخصوصاً کسانی که تو تیمم کار می‌کردن با هم همکاری می‌کردم و به نوعی فقط کار خودم رو قبول داشتم، کار خیلی از پرسنل رو قبول نداشتم. خیلی سریع تصمیم می‌گرفتم الان باید یه نفر اخراج بشه، نفر دیگه بیاد. در این حال ایثار بیش از اندازه در جاهایی داشتم که اصلا نیاز نبود و اون آدم اصلا طالبش نبود. وقتی که با کوچینگ آشنا شدم، اولش به هیچ عنوان به شکل حرفه نبود برای من، به این شکل بود که مسائل و مشکلات حرفم رو حل بکنم. و وقتی هرچی رفتیم جلوتر، بازخوردهایی که از کوچم میگرفتم، گفتگوهایی که میکردم، به من نشون داد که عملکرد من اشکال داره که من دارم پاسخهای متفاوت تر از اون چیزی که مطلوبمه دریافت میکنم. و هرچی رفتیم جلوتر شناخت من نسبت به خودم بیشتر شد. یه جایی انقدر این شناخت بیشتر شد که من باید به درمانگر مراجعه میکردم تا ببینم دلیل این اقداماتی که تو ذهن من این شکلی تعریف شده چیه. همزمان که جلسات کوچینگم رو میرفتم، جلسات درمان رو هم میرفتم و این برای من مثل یه جهش بود. یادم چند وقت پیش یه وایس آموزشی که بر پرسنلم سالها پیش ثبت کرده بودم رو خیلی اتفاقی گوش کردم و شوکه شدم که اون من بودم. تا اون موقع من یادمه که بعضی از پرسنل میگفتن وقتی شما وایس میذاری ما قلبمون میریزه، میترسیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. و من پیش خودم اون موقع فکر میکردم چقدر اینا لوسن، چقدر سوسولن، یعنی چی، من چی دارم میگم. بعد که با این هویت جدیدی که خلق کرده بودم گوش کردم، دیدم چقدر بهشون حق میدادم اگر با چنین موجودی در گذشته داشتن گفتگو میکردن.
برای خود من خب تاثیر خیلی شگرفی داشت توی ارتباطاتم. نه اینکه روابط عمومی ضعیفی داشتم، نه، فقط من 2 نفر رو زیست می‌کردم. یک نفر پشت صحنه که خشن، قلدر و زورگو بود و یک نفر بسیار دلنشین و شیرین برای کسایی که انتخاب می‌کردم اینطوری باشه. بعد از اون تصمیم گرفتم یک نفر رو زندگی بکنم که یه جاهایی باید قاطع باشه ولی با مهربانی و همزمان تاثیرگذار باشه. این در واقع تأثیری بود که تو زندگی خود من گذاشته و همچنان داره میذاره. اما اگه بخوام از افرادی که باشون در ارتباط بودم بخوام صحبت بکنم، حالا بعد از اینکه شما سوالتون رو مطرح کردید، 1-2 تا مورد هست که بسیار برای خودم هم جذابه و لذت میبرم از رشدشون. حتما. فقط میخواستم این رو بگم به عنوان شاگرد شما، این چیزی که فرمودید اصلا برای من باورپذیر نیست که شما در مقطعی جور دیگه به غیر از این بودید. الان اینو من میتونم با کمال قاطعیت بگم که یکی از منعطف‌ترین و دارای و با گوشش شنوایی واقعا قوی و کسی که همه مشکلات ما رو میشنیدید در طول دورانی که مزاحمتون بودیم در آکادمی و اصلا قابل پذیرش برای من نیست این تفاوت، این میزان تفاوت. خواستم خدمتتون اینو بگم. مرسی. مرسی از خودت نیوشا. آره، برای خود منم این روند قابل درک نبود تا اینکه اتفاقا خیلی اتفاقی من 3 تا از نماینده های فروش قدیمم رو به شکل‌های مختلف دنبال می‌کردن منو. اونا این بازخوردها رو به من دادن و این تغییرات رو، و جالب این بود که این تغییرات من باعث شد اونا وارد حوزه کوچینگ بشن به صورت حرفه‌ای. یعنی گفتن اگر روی تو چنین تأثیری گذاشته از اون آدم به این هویت که میپسندیمش و خودت هم باهاش خوشحالی تغییر پیدا کردی، پس ما هم وارد این حوزه میشیم. این همون اثرگذاری است که من ازش صحبت میکنم که ما مسئولیم تا جایی که ممکنه این تاثیر رو در واقع بذاریم. اگه بخوام از مراجعینی که اثرات مثبت در واقع گرفتن صحبت بکنم، من مراجع خانمی داشتم که مدیر یک مجموعه خیلی بزرگ بود و روزی که به من معرفی شد گفتن که ایشون نزدیکترین افراد زندگیش از مشاورین برتر حوزه روانشناسی هستن ولی به هیچ عنوان نمیخوان از اونا کمک بگیرن و دلشون میخواد از یه نفر که نمیشناسنشون کمک بگیرن. خب ما با این دوست وارد گفتگو شدیم و من دیدم که ایشون بعد از نزدیک 30 سال زندگی مشترک میخواد جدا بشه و همه بلا استثنا بهش میگن که خیلی زشته این کاری که تو میخوای بکنی، اصلا خجالت آوره، ننگ داره. و افراد خانواده اصلا به ایشون توجه نمیکردن، به خودشون و موقعیت خودشون که ممکن بود پس از جدایی ایشون به خطر بیفته فکر میکردن. خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. بعد از گفتگو معلوم شد که دقیقاً ایشون و همسرشون چالش ارتباط موثر دارن. یعنی در این 30 سال نتونستن یه گفتگوی خوب با هم داشته باشن، یه گفتگوی سالم، و حالا کار به جای رسیده بود ایشون میخواست اموالو برداره، اوشون میخواست برداره و این چالشی شده بود. من خواستم اگر ممکنه همسرشون هم با من جلسه داشته باشن و یه جلسه مشترک هم داشته باشن. تو جلسه مشترک به معنای واقعی این دوتا به هم میپریدن، یکی جیغ میزد، یکی یهو گریه میکرد و من دیدم اگر اینا در کل 24 ساعت فقط 2 ساعت اینطوری گذرونده باشن اوضاع خیلی خرابه. معلومه که نتونستن به یه گفتگویی برسن و فقط رفتارشون رو بهشون بازخورد دادم، آنچه دیده بودم رو بهشون گفتم و عدم بلوغی که در ارتباط هر دو دارند و نشون میده که حتی بعد از 30 سال خیلی زود به نظر میاد که زندگی مشترک رو شروع کردن، انگار هنوز هم آمادگی ندارن. این باعث شد انگار هر دوی اینا یه مسئولیتی رو بردارن و شروع کردن همزمان تراپیست رفتن، همزمان یه سری کلاس‌های مهارت‌های زندگی رو رفتن بدون اینکه به هم کار داشته باشن. و الان بعد از گذشت 2-3 سال
خیلی با هم روابط خوبی ساختن، یعنی تازه میگن انگار از 2 سال پیش زندگی مشترکشون شروع شده، با وجودی که عروس و داماد داشتن. و یکی از اتفاقات خیلی خوبی که میفته و همیشه یاد من میاره اینا چند روز مونده به شب یلدا، از محصول همون باقی که میخواستن نصفش بکنن و درگیر بودن و اومده بودن که با یک کد جلسه بگیرن که نصف بکنن یا نکنن، یه جعبه بر من میفرستن و من یادم میفته که چقدر کوچینگ میتونه زندگی آدم‌ها رو شیرین‌تر بکنه و هر بار این رو به من میگن و من لذت میبرم. این یکی از مثالایی که من خیلی دوست دارم و فکر میکنم فقط خود همین خانم و آقا بالای 30 تا 40 مراجعه از شهر خودشون رو برای من فرستادن و چون دفترخونه دارن، به محض اینکه خانم و آقایی میرن اونجا میخوان اموالشون رو قسمت بکنن، میگن اول برو با فلانی صحبت کن بعد. و این خب برای من خیلی خوشاینده. پس باعث خیر شدید مثل همیشه خانم طریق پیمانی عزیز. خدا حفظتون کنه. ممنونم از اینکه این وقت رو بهمون دادید و بسیار لذت بردم از آموختن همیشگی که با از شما داشتم و دارم و خواهم داشت و واقعا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم. خیلی لطف کردید و بسیار استفاده کردم. امیدوارم که همچنان مثل گذشته در مسیر یاری رساندن به همه مردم همچنان ثابت قدم و استوار باشید و توانمند و پایدار. من عرض دیگه ای ندارم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. اگر شما فرمایشی نداشته باشید من مرخص میشم از حضورتون و جلسه رو ضبط شده تمام میکنم، اگر امری نداشته باشید. زنده باشی. مرسی از شما که به من این فرصت رو دادید که بتونم بخشی از تجربیاتم رو با شما و شنوندگانتون به اشتراک بگذارم. من یه پیام کوچولو دارم به تک تک عزیزانم در جامعه کوچینگ و اون اینه: ما مسئول این هستیم که کوچینگ با کیفیت رو نشون بدیم، نه اینکه انگشت بذاریم روی کسانی که دارن برعکس این کارا انجام میدن. ما با نشون دادن اونا داریم توجه جامعه رو به سمت غلط‌ها جلب میکنیم. اگر من باور دارم که کاری رو میتونم با کیفیت انجامش بدم، انجامش میدم، چون معتقدم مشکان است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید. پس کاری به عطر ناخوشایند دیگران ندارم. دیگران هم صاحب فکرن، انتخابن و میتونن بد رو از خوب تشخیص بدن.